پلان 5 ساله اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی منظور شد. محترم مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی پلان استراتژیک این اداره را منظور کرد. این پلان که راهکار 5 سال آینده اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را ترسیم کرده است، بعد از نشست‌ها و رایزنی‌های مختلف نهایی و از سوی مقام رهبری این اداره منظور گردید. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کنار برگزاری جلسات مختلف داخلی، نشست بزرگی را با حضور نمایندگان ادارات و متخصصین امور برای نهایی سازی پلان 5 ساله این اداره راهاندازی کرده است. هدف از این کنفرانس غنی‌سازی پلان استراتژیک بود و اشتراک کنندگان دیدگاه‌هایشان را در رابطه با آن شریک ساختند. در همین حال رئیس پلان و هماهنگی استراتژیک اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از تمامی ادارات و نهادهایی که در خصوص غنی‌سازی پلان 5 ساله این اداره همکاری داشتند سپاسگزاری می‌کند. سطح اول به صورت کلی شامل مشاغل میشه که نیاز هیچ گونه مهارتی نداره و بیشتر نیاز به قدرت فیزیکی داره و یا مقاومت بدنی داره که معمولا کارگرها و کسایی که در این بخش خدمات کار میکنن دستور مهارتی اول هستن که هیچ گونه نیازمندی به اینکه مهارت داشته باشه. با این مفهوم در کنار مشارکت، دسترسی و کیفیت ما این مفهوم ارائه کردیم که چرا ما بتونیم این منسجم بسازیم.